بینندگان عزیز، ساعت به وقت پرگده هست و من حالا برای شما سرخط خبرهای امروز دوشنبه 17 فوریه رو میگویم و امیدوارم که همه شما از آن را در بخش مستقیم برنامه خبری خواهیم داشت، چون همیشه موضوعهای زیاد داریم که میخواهیم به سهم شما عزیزان برسونیم. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز یکشنبه با سفر 4 روزه به پاکستان رفت. دیروز در گشایش یک نشست بین‌المللی بخشیده به پناهندگان افغان و گفت که صرف نظر از چالش‌هایی که پاکستان با آن مواجه است، این کشور ده‌ها هزار پناهنده افغان را قبول کرده است. در این نشست نمایندگان تاجیکستان و یمن هم اشتراک دارند. تخمین می شود که در پاکستان تقریبا 2,400,000 پناهنده رسمی و غیر رسمی افغان به سر میبرند. فرار افغان‌ها به پاکستان در سال 1979 بعد تجاوز شوروی به این کشور آغاز یافت و سال‌های طولانی ادامه کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد باور دارد که در حال موفقیت مذاکرات آمریکا با طالبان افغان صلح در افغانستان پایدار شده، امکان بازگشت پناهندگان به وطن فراهم می شود. در همین حال روز یکشنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت هیچگاه ایران زیر فشار به سر میز مذاکرات با آمریکا نخواهد نشست. روز 16 فوریه با اشاره به انتخابات پارلمانی ایران که 21 فوریه برگزار می شود، حسن روحانی از رای دهندگان دعوت کرد که در آوازدهی فعالانه اشتراک ورزند. نهادهای ناظر انتخابات ایران از ثبت نام 10 نامزد و از جمله 90 وکیل فعلی خودداری کردند. ضمن 1 مارت امسال در تاجیکستان نیز انتخابات در نظر است. خبرنگاران ما در ولایت ختلان اطلاع می‌دهند که یکی از ساکنان این استان بزرگترین تاجیکستان درباره انتخابات مجلس نمایندگان اطلاع ندارند. بعضی هم باور ندارند که آواز آنها چیزی را تغییر می‌دهد و از این خاطر میگویند در انتخابات اشتراک کردنی نیستند. ولی بینندگان عزیز، ما به شما اطلاع می‌دهیم که در روزهای انتخابات و بعد از آن، یعنی 1 و 2 مارت، بخش تاجیکی رادیو برنامه‌های خبری خود را به مراتب بیشتر می‌کند. یعنی در روز انتخابات حداقل 3 برنامه نیم ساعتی در پخش مستقیم منظورتان می‌گردد که تا اینکه شما توانید از جریان برگزاری این معرکه سیاسی پورا آگاه باشید. مدت ثبت دوباره سیم کارت‌ها 2 سال دراز کرده شد. اکنون اقدام مربوط به تاکسی‌های کهنه را بازبینی می‌کنند. شهرداری اعلان نمود صدها راننده تاکسی که در ماشین‌های کهنه به مسافرکشانی مشغول بودند از کارشان محروم نخواهند گشت. این هم در حالی است که از ماه ینوری امسال تصمیم شد تاکسی‌های سال براریششان تا 2014 از راه‌های پایتخت برداشته شوند. البته چنین قرار راننده‌ها را ناراحت و ناریضا گذاشت. صاحب نظران میگویند در شرایطی که ساکنان تاجیکستان از امکان محدود اقتصادی برخوردار میباشند، راه اندازی قرارهایی که باعث صرف بیشتر پول شهروندان می شود از سوی جامعه قابل قبول نیست. در این باره امروز در برنامه خبری صحبت خواهیم کرد. زندگی در بینایی که در حال تخریب شوی است. 6 خانواده یک بینای 4 آشیانه در مرکز دوشنبه که باید تخریب و جای آن ساختمان بینای نو شروع شود به شرط‌های پیشنهاد کرده شرکت ساختمانی راضی نیستند و نمیخواهند خانه‌های خود را ترک کنند. باقی مانده ساکنان بینا از آنجا الکی بیرون شدند و شرکت هم به تخریب آن و بریدن قبرها آغاز کرده است. چون و چرا را در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد و اگر امکانیت دست داد درباره معرفی یک دستورالعمل برای شما معلومات میدیم که از سوی پژوهشگاه جنگ و صلح در تاجیکستان برای روزنامه‌نگاران و جامعه شهروندی صورت گرفت. این دستورالعمل درباره انعکاس مسائل مذهبی در تاجیکستان است که از سوی مؤلفان قزاق و قرغیز و تاجیک تهیه شده است. بینندگان عزیز، تا شروع برنامه خبری ما 3 ساعت دیگر داریم و البته فکر میکنم تا آن وقت موضوع دیگر نیست به دست ما میرسد و ما تفصیلاتش رو حتما به شما خواهیم گفت. ما شما رو در بخش مستقیم منتظریم. تشکر که با ما هستید.